به نام خدا، محمد هومن عطایی هستم و با شما دوستان دور هم شدیم برای تدریس موسیقی کلاسیک افغانستان و در ویدیو بیشتر با شما با راگ بیراگی تودی شروع کردیم و چیزی که در توان من بود راگ برای شما نظری تشریح دادم و در اینجی طوری که قول دادم یک نغمه خیلی کوتاهی من اینجی ساختم در این راگ و دوست داشتم با عنوان مثال برای تمرینات برای آشنایی این راگ بیراگی تودی با شما دوستا نشر کنم. اونطوری که گفتیم هستیم در اینجا راگ بیراگی تودی تایت از این بیروی هست. در اینجا یک نغمه 10 ماتره توان بوده و ساختم از برکت بزرگان استاد عطایی محترم کاکا جان و همچنین پسر ارشد اینا استاد نثار جان عطایی که سرم حق استادی دارم و در اینجا یک نغمه خیلی کوچکی من افتخار دارم و میتونم با شما دوستا نشر کنم و او هم نغمه 10 ماتره هست در چوکات تال جبتال و اینجا من همون نغمه رو بندش خور نوت آماده کردم که ویدیو ما کمتر بگیره. در چوکات تال جبتال نغمه 10 ماتره هست که در اینجا از خالی شروع میشه. نغمه آستایی مدیاله هست که در اینجا بنویسم آستایی و این از ضرب ششم یعنی ضرب خالی تال جبتال شروع میشه و این رقم که کار میشه پنی پگه ریگه ریسا نی ریسا. خب دیگه دوستان مواظب باشید که ما در نوت در افغانستان سرهای کمول با مثلا نا گا را با آ نوشته میکنیم که اینا سرهای کمول هستن و پ و سا سرهای مستقل ما هست. از ضرب 6 شروع میشه 6 7 8 9 10 و در اینجی سر گر سا میفته سای کد سر یک میفته سر گر میفته و یا سر به حساب هندی سر سم میفته. دوباره تشریح میکنم از ضرب 6 پنی پگه ریگه ریسا نی ریسا و اینجی ضرب یک ما هست. من اینجی کوشش کردم ضربات زیر هم نوشته کردم 6 7 8 9 10 و اینا با هم کمی تیزتر کار میشه. اینا در یعنی کمی تیزتر کار میشه که اینا در هم میشن 6 7 8 9 10 و یک ما که ضرب گر است. بعد ادامه پیدا میکنه باز سر گر که افتادم سر یک ادامه میدیم با را گا پ و نا که ضرب 2 3 4 5 یعنی اینجا که سر گر افتادیم 1 2 3 4 5 و از اینجا نغمه از خالی شروع میشه 6 7 8 9 10 تمو نغمه 10 ماتره ماست در چوکات تال جبتال. تال جبتال هم تالی هست که یک خالی داره و صدای پر که ضرب یک از این گر و همون سم هست و ضرب خالی از این 6 هست ضرب 6 و 8 و همچنین 3 هم ضربای پر می باشه و من در نوت خود کوشش کردم که پر و خالی از این رو واضح کنم که برای شما دوستا واضح باشه. طوری که برای شما دوستا همیشه قول دادم یک نظری از این بود، من کوشش کردم تشریح دادم و حال میریم این عملی هم پیاده میکنیم و من به شما دوستا گفته بودم که شما این درس ها میتونیم در مثال های دیگر آلات موسیقی هم پیاده کنین و در اینجا من این راگ در مثال مثلا ساز هارمونی پیاده میکنم و امیدوار هستم شما از این بتوانید استفاده کنین. سپاس فراوان. محمد هومن عطایی. دوستان نهایت عزیز، امی بندش راگ بیراگی تودی از ساختهای خود ما هست در تال جبتال مدیاله جبتال که از ضرب خالی جبتال از ضرب 6 جبتال شروع میشه. برای شما نوت رو تخته دادم و این راگ طوری که گفته بودم برای شما در مثال هارمونی پیاده میکنیم و اینجی همین عملی به شما پیاده میکنم و امیدوار هستم که شما از این استفاده کنید.